Serce w karantygram, bro. Sadzi mojej głowy, sąsiedzie na wyspochy brach. Sąsady na wory brak i adna satana. قسمت بیسیک بیار مود برخلاف چیزی که توی رسانه به ما میگن اینه که من خودم نه باهاش مخالفم نه موافقم. چرا؟ چون هفته 2 بار خودم ایمسیسمو خاموش میکنم و بعدش روشن میکنم، بعد متوجه میشم که چقدر ریجسترم بالا رفته. هفته 2 بار من این کارو میکنم. این قسمتم حتما بچه‌ها این گزینه آنش کنید، دمج شماره. دیدید وقتی تیر میزنید به انمی دمیج رو بهتون نشون میده، اینو ببرید روی سر. چون اکتیویژن چیزی که من متوجه شدم اینه که وقتی از این گزینه استفاده میکنی شما رو پلیر سالمی تشخیص میده. این از این کسایی هم که کرکترشون میشینه این گزینه رو آنش کنن، خیلی میتونه کمک کنه. ارادتمند شما، حسن زن. عشقای داداش، حالتون چطوره؟ آقا چند تا مورد توی بیسیک اضافه شده که بریم با هم دیگه بهش بپردازیم. همین اول بسم الله یاد بگیری بره. اگر یادت بیاد دیفندر اینقدر کور میکرد دیگه. خب چشت حالا تو جایی تیره و تاریک بازی کنی چشمت اذیت میشه. یه گزینه اضافه کرده که دیگه اینجوری نباشه. حالا میخوام چیزایی که اضافه کرده رو دونه دونه بهت بگم. مورد اولش این گزینه است که روشنش که میکنی اینجوری ایم گانت از بغل دیوار کج میاد بیرون، بهت کمک میکنه که انمی رو بزنی. فقط هم برای این گان جدیده MJ82 عمل میکنه. احتمالاً تستی آوردنش تا ببینن چی میشه. یه مورد دیگه هم بهت بگم، یارت که زیاد میفته زمین میخوای بلندش کنی، تایم بلند کردنش هی بیشتر و بیشتر میشه هر سری. اینم تا اینجا. مورد دومی که باید بهت بگم این گزینه است برای افکت صدای تیره. روشنش کنی بیشتر تو صدا تیر گرفتن کمکت میکنه. این گزینه هم مربوط به همون دیفندره که بهت گفته بودم. زمانی که روشنش بکنی، حالا فلشبنگ دیگه، دیفندر حالا هر چی پرت کنه میخواد کورت بکنه نکن، وقتی اونو روشن میکنی خاکستری میشه دیگه، سفید نیست که چشمتو اذیت بکنه. این مورد هم حتما روشن باشه. حالا چیزای دیگه ای که باید بدونی، آقا 1000 بار من بهت گفتم دیگه، بی تربیت. بازی که سیزن 90 میشه حتما این گزینه، اگه هیچی هم دانلود نمی‌کنی این گزینه رو دانلود کن. برای گرفتن صدا پا و صدا تیر و همه چیز صدای بهتری بهت میده. اینو حتما دانلود کن. بعد برو توی قسمت تنظیمات بازی، توی همین قسمت دانلودا، زمانی که بری توی تنظیمات بازی اینا رو عین من